آیا می دانستید بهنوش آذریان زن مبارزی که در کنار سعید سلطانپور و همسرش منوچهر اویسی به جوخه تیرباران سپرده شد 6 ماه حامله بود؟ من عباس بختیاری برای نخستین بار در برنامه نشان ابعاد تازه‌ای از دستگیری و تیرباران سعید سلطانپور، شاعر، کارگردان تئاتر، عضو کانون نویسندگان و زن مبارز و انقلابی بهنوش آذریان و همسرش و 19 مبارز دیگر را افشا می‌کنم. شاید بسیاری از مردم ندانند که زنده یاد سعید سلطانپور را در 27 فروردین سال 1360 در شب عروسیش پاسداران کمیته کوی کن دستگیر کردند. همسر او سکینه قزل‌ایاغ، خواهر زنده یاد ابوالفضل قزل‌ایاغ میگوید در روز عروسی حدود ظهر 2 نفر پاسدار آمده بودند تا به بهانه واهی پرسش درباره قاچاق ارز او را به خود ببرند. اما آنها را راه نمی‌دهند. مجدداً عده دیگری مسلح می‌آیند و هر ساعت بر تعدادشان افزوده می‌شود. به طوری که قبل از آمدن مهمانان پاسداران در حیاط خانه و زیرزمین و حتی خانه همسایه‌ها جمع می شود. خانم قزل‌ایاغ می افزاید که پاسداران موافقت کرده بودند در واقع که تا پایان مراسم مزاحمتی ایجاد نکنند و پس از آن فقط 2 ساعت سعید را برای سوال و جواب میبرند و خودشان هم او را برمیگردانند. وقتی زمان بردن او فرا رسید، همهمه‌ای در گرفت و چند تیر هوایی شلیک شد. محمود استاد محمد، بازیگر، کارگردان تئاتر و نمایشنامه‌نویس نامدار میهنمان، همراه مرتضی محبی تابان از نیروهای تشکیلاتی سازمان چریک‌های فدای خلق که از دوستان بسیار نزدیک سعید سلطانپور بوده، اصرار زیادی میکنن به سعید که گریم زنانه بکنه و همراه چند مهمان زن از محل مراسم عروسی که منزل سعید بوده فراریش بدن که سعید و برادرش مسعود سلطانپور این درخواست رو رد میکنه. در ابتدای توضیحاتم نیز پیرامون این جنایت از ابوالفضل قزل‌ایاغ نام بردم. او در برابر چشمان من مجری این برنامه با شلیک گلوله نیروهای سپاه پاسداران در شهر رشت در محل زندگیش فدا شد که در برنامه دیگر به طور مفصل به اون خواهم پرداخت. شاعر، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر، عضو کانون نویسندگان ایران و عضو سازمان چریک‌های فدای خلق ایران سعید سلطانپور در مراسم ازدواج خود با خانم سکینه قزل‌ایاغ دستگیر و در 31 خرداد سال 60 در زندان اوین به جوخه تیرباران سپرده شد. سعید سلطانپور متولد 1319 در شهر سبزوار است. مادرش خانم هاتک آموزگار بود و خود نیز پس از دوره دبیرستان در آموزشگاه‌های جنوب تهران سالها به آموزگاری برای نابینایان پرداخت. با کار در محله‌های فقرنشین در جنوب تهران با مشکلات مردم آشنایی بیشتری پیدا کرد و در سال 40 در جنبش اعتراضی آموزگاران شرکت کرد. طی سالهای 40 تا 44 سلطانپور یکی از مجریان پیگیر آفرینش‌های صحنه‌ای و مشارکت کنندگان انتشاراتی بود. 5 شماره آخر مجله ماهنامه آناهیتا حاوی نخستین گام‌های سلطانپور در زمینه شعر و مقاله است. سعید سلطانپور از طریق مهین و مصطفی اسکویی تحت تأثیر آموزه‌های تئاتری نوشین
قرار میگیرد. او در تئاتر آنایتا در اجرای نمایشنامه سه خواهر آنتوان چخوف همکاری میکند. در سالهای دانشجوییش در دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران نمایشنامه دشمن مردم اثر آرتور میلر رو کارگردانی میکنه و به صحنه میبره. سپس در سال 49 نمایشنامه آموزگاران نوشته استاد محسن یلفانی رو به صحنه برد و ساواکم به همین نمایش حمله برد و کارگردان سعید سلطانپور رو بازداشت کرد و که بر اثر بازتاب گسترده این دستگیری پس از 3 ماه ساواک مجبور شد سعید سلطانپور رو از زندان آزاد کنه. در همین سال نوعی از هنر، نوعی از اندیشه رو نوشت و مخفیانه انتشار داد. در سال 1351 به جرم انتشار مخفی کتاب دستگیر و 45 روز زندانی شد. پس از آزادی بیدرنگ نمایشنامه چهره‌های سیمون ماشا رو به صحنه برد. پس از تشکیل سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در سال 1349 هوادار این سازمان شد و در سال 53 هم به جرم انتشار کتاب آوازهای بند دستگیر شد. در سلول‌های کمیته بارها شکنجه شد. پس از 7 ماه شکنجه‌های اقراری و انتقامی او رو روانه زندان قصد کردند. او هنرمندی متعهد و شیفته مبارزه سیاسی بود و به همین دلیل پس از خروج از زندان راهی اروپا شد و به طور فعال در صفوف دانشجویان مبارز خارج از کشور علیه حکومت دیکتاتوری شاه به افشاگری پرداخت. پس از بازگشت به ایران او و شاعران دیگر در برگزاری 10 شب شعر در انستیتوی گوته در سال 56 رخدادی بزرگ رو در تاریخ معاصر ایران رقم زدند. در این 10 شب فضای سرکوب و اختناق بر جامعه شکسته شد. سلطانپور در شب‌های شعر انستیتو گوته اولین شاعر و نویسنده است که در مقابل انبوه جمعیت آزادی زندانیان سیاسی را فریاد می‌زند و در اشعار پرخروشش از اتحاد طبقه کارگر و از انقلاب نزدیک سخن می‌گوید. زنده یاد سعید سلطانپور سرگذشت شغلی و واقعی کارگری به نام عباس آقا را نوشت که از کارخانه ایران ناسیونال اخراج شده بود و با عباس آقا کارگر واقعی که خود ایفاگر نقش خویش بود در استادیوم‌های ورزشی و فضاهای باز به صحنه برد. مرگ بر امپریالیسم دیگر اثر نمایش خیابانی او بود که پس از 2 اجرا به دستگیری بازیگران توسط مأموران سرکوب جمهوری اسلامی منجر شد. سعید سلطانپور شاعر و نویسنده و هنرمند بعد از قیام 57 عضو هیئت نویسندگان نشریه کار ارگان سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران شد و در پی انشا و طرد جریان اکثریت که تفکر حزب توده ایران را نمایندگی می‌کرد از همان ابتدا از مواضع اقلیت دفاع کرد. در زمستان 59 کارگاه هنر که وابسته به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران اقلیت بود 3 آلبوم با عنوان بهمن 1 و 2 و 3 منتشر کرد که متن اغلب ترانه سرودهای منتشر شده در 2 آلبوم اول رو سعید سلطانپور سروده بود. سرودهایی چون پرنیان شفق، سر اومد زمستان، خون ارغوان‌ها، گل مینای جوان، آینه رود، بهمن و شعری به یاد فدایی خلق جهانگیر قلعه میانداب از اوست.
سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. توی کوهستون دلش بیداره، تفنگ و گل و گندم داره میاره. توی سینه‌ام شان جان جان، توی سینه‌ام شان جان جان، یه جنگل ستاره داره. جان جان یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره. جان جان یه جنگل ستاره داره. سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. توی کوهستون دلش بیداره، تفنگ و گداگم داره میاره. توی سینه‌اش جان جان جان، توی سینه‌اش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره. جان جان یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره. جان جان یه جنگل ستاره داره. سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. لبش خنده نور، دلش شاله شور، صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور. صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور. توی کوهستون دلش بیداره، تفنگ و گل و گندم داره میاره. توی سینه‌اش جان جان جان، توی سینه‌اش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره. جان جان یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره. جان جان یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره. جان جان یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره. جان جان یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره. اما محل نگهداری سعید در مدت زندان بند 209 اوین بود که اجازه ملاقات با وکیلش عبدالحمید ابوالحمد حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران رو نداشت. در طول بازجویی از او خواسته بودند توبه‌نامه بنویسد و در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کند که او با وجود شدیدترین شکنجه‌ها این رذالت را نپذیرفت. سرانجام سعید سلطانپور پس از روزهای متمادی شکنجه در ساعت
9 شامگاه 31 سال 60 به اتهام سوء سابقه و توطئه به دستور گیلانی جلاد و همراه چریک دراوری به نام بهنوش آذریان که 6 ماهه باردار بود و همسر او منوچهر اویسی به جوخه تیرباران سپرده شد و در خون غلتانده شد. عکسی را که مشاهده می کنید هنگام مراجعه خانواده به پزشک قانونی تهران توسط زنده یاد ابوالفضل قزلیا از پرونده او ربوده شده است. منوچهر اویسی همسر زنده یاد بهنوش آذریان در سال 36 در یک خانواده کرد چشم جهان گشود. زمانی که دوران دبیرستانش رو به پایان رساند، دیپلم گرفت، قیام 57 هم فرا رسید. منوچهر در شهر سقز بزرگ شده بود و در جریان شرکت در مبارزه‌های 57 به خیلی پشتیبانان بزرگترین سازمان چریکی ایران یعنی سازمان چریک‌های فدای خلق ایران پیوسته بود. پس از انشعاب در این سازمان همراه چریک‌های فدای خلق شاخه کردستان رو تشکیل میدن و به مبارزات خودش ادامه میده. متاسفانه منوچهر در جریان مأموریتی تشکیلاتی تصادف میکنه و پای او شدیداً آسیب میبینه و به همین دلیل منوچهر جهت معالجه به تهران منتقل میشه و بهنوش آذریان مسئولیت مداوای و همینطور رسیدی او رو عهده‌دار میشه. بهنوش خودش متولد آبادان بود، همسن منوچهر بود، همسن من بود و به تازگی هم از تحصیل دانشگاهی در امریکا رو رها کرده بود و آمده بود به ایران تا در جنبش مردمی سال 57 شرکت کنه. این آشنایی منجر شد به ازدواج این دو چریک و حاصل این ازدواج هم فرزندی بود که هرگز به دنیا نیامد و تیرباران شد. تیرباران بهنوش یکی از نمونه‌های اعدام زنان باردار بود که بعدها و در سالهای بعد سال 60 تا 67 بارها به دست دشخیمان حکومت جمهوری اسلامی تکرار شد. خبر تیرباران شدن سعید سلطانپور، بهنوش آذریان و سایر مبارزین رو به نقل از روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی روزنامه کیهان یک تیر 60 یک روز بعد از تیربارانشون منتشر کرد. 22 نفر در اون شب به جوخه تیرباران سپرده شدند. تعداد 11 نفر از آنان مشخص شد و 11 نفر دیگر تاکنون معلوم نگردیده چه کسانی هستند. در این اطلاعیه بدون ارائه هیچ گونه مدرکی آمده است که بهنوش آذریان مفسد و فاسقه و همراه مجرم ردیف 5 همسرش منوچهر اویسی مفسد فی الارض و محارب با خدا شناخته شده و همراه سعید سلطانپور، محسن فاضل، آذر احمدی، شهلا بالاخانپور با نام مستعار طلعت رهنما، علیرضا رحمانی، اصغر زغتابچی، سید حسین مرتضوی، جعفر قنبرزاده در ساعت 9 شب 31 خرداد ماه سال 60 در محوطه زندان اوین به جوخه تیرباران سپرده شدند. هزاران گل در سینه
شرق سوزان